سلام، امروز اومدم با آموزش یک کیک خیلی خوشمزه، کیک سیب گردو دارچین که جزو کیک های خشک پرطرفدار کافی شاپی هست. خب من رسیپیش رو کامل براتون توی توضیحات نوشتم. اول تخم مرغ رو میشکنیم داخل کاسه همزنمون. نیازی نیست که زرده و سفیده از هم جدا بشه. تخم مرغ کامل باید شکسته بشن داخل ظرف. بعد از اون میزان شکری رو که توی دستور داریم اضافه میکنیم و بعدش هم نوبت به وانیل میرسه که اینجا 1/2 قاشق چایخوری هست. فقط باید مواظب باشید که بیشتر نریزین. حالا من با انگشتم سر قاشق رو صاف میکنم تا اضافاتش ریخته بشه، به خاطر اینکه وانیل اگر زیاد بشه ممکنه باعث بشه کیکتون تلخ بشه. و بعد از اون دیگه کاسه رو زیر دستگاه قرار میدم و همزن رو روشن میکنم. حدوداً 4-5 ثانیه با دور کند میزنم به خاطر اینکه یه دفعه مواد از داخل کاسه بیرون نریزه و بعد روی دور تند میذارم. فقط اینجا باید خیلی دقت کنید که حتما 1 ساعت کنارتون باشه و تایم بگیرید، چون حداقل 2 دقیقه و نیم و حد اکثر 3 دقیقه باید هم زده بشه. خب فقط خیلی روی زمان دقت کنید که اگر بیشتر از 3 دقیقه هم بخوره بافت کیکتون خراب میشه، یعنی بعد از پخت دیگه این بافتی رو که میخوایم و ندارید. ببینید بعد تقریبا یه همچین غلظتی داشته باشه مایه کیکتون. خب وقتی به یه همچین غلظتی رسید دیگه نوبت اضافه کردن روغن هست. روغن رو اضافه میکنیم در حد چند ثانیه، 10 یا 15 ثانیه هم میزنیم که فقط روغن با موادمون مخلوط بشه. خب بعد از اون سیبای رنده شدم رو اضافه میکنم. خب راستش رو من دوست داشتم که بیشتر بوی عطر سیب توی کیکم بپیشه. یه تقریبا 10-15 قطره اسانس سیب بهش اضافه کردم که این کاملا دل بخواهیه. شما میتونید اضافه نکنید. خب حالا نوبت اضافه کردن گردوه که من معمولا دوست دارم گردوها توی کیکام حس بشه، به خاطر همین خیلی ریزشون نمی کنم. بعد با دور کند هم زنم، حدوداً 4-5 ثانیه هم میزنم که این مواد هم با هم ترکیب بشه. حالا میریم سراغ مواد خشکمون. آرد و بیکینگ پودر رو، بعدم شیر خشک رو اضافه میکنم و در آخر هم پودر دارچین رو اضافه میکنم. 1-2 بار با قاشق هم میزنم که مواد با هم خوب ترکیب بشن و بعد حتما 1 بار الکش میکنم. حالا گاهی اوقات گفته میشه که تو بعضی از دستورها 3 بار باید الک بشه، ولی 1 بار الک کردن هم کافیه، به خاطر اینکه ما فقط برای هوادهی این کار رو میکنیم و اینکه ناخالصی های موادمون از بین بره و هم 1 بار هم کافیه اگر نتونستین بیشتر الک کنید. و در آخر هم مواد خشکمون رو اضافه میکنیم. همزن رو روی دور کند روشن میکنم. مواد خشکم رو که با هم مخلوط کرده بودم و الک کرده بودم رو بهش اضافه میکنم.
بعد از اینکه همه مواد رو اضافه کردین، مواد خشک رو حدوداً 10 ثانیه همزن رو روی دور تند میذاریم تا مواد کامل با هم مخلوط بشه. خب اینجا باید یادمون باشه که بیشتر از 15 ثانیه با دور تند هم نخوره، به خاطر اینکه بافت کیکمون رو خراب میکنه و بعد از پخت دیگه اون بافت نرمی رو که میخوایم نداریم. حالا میریم سراغ آماده سازی قالب. یه قالب با قطر 25 سانت و حتما ارتفاع 10 سانت داریم. کفش رو کاغذ روغنی میندازم، نیازی نیست کفش یا دیواره ها چرب بشه و بعدش هم دوباره یه دورگیری میکنم مایه کیکم و مایه رو میریزم داخل قالبم. حتما باید ارتفاع قالبتون 10 باشه، به خاطر اینکه ارتفاع این کیک بعد از پخت زیاده و یه وقت اگر قالبتون کوتاه باشه سر میره از قالب. خب حالا میزان گردویی رو که توی دستور برای تزیین روی کیکمون داشتیم روی کل سطح کیک هم میریزم. سعی کنید همه جا یک نواخت داشته باشه و بعد از اون سیب هایی رو که حلقه حلقه بریدم داخل کاسه روغن میذارم که هر دو طرفش آغشته به روغن بشه و بعد روی کیک میچینمشون. به خاطر این روغن میزنیم که داخل فر روی سیب ها نسوزه و لطفاً سیب ها رو نازک برش بدین، چون اگر سنگین باشه میره داخل مایه کیکتون. حالا میبریم میذاریم داخل فر. بازم اینجا من به ارتفاع قالب اشاره کردم که حتما 10 سانتی باید باشه. خب حالا کیک من داخل فر پخته در آوردم، حدودا 1 ساعت گذاشتم تا خنک بشه. ببینید چون که کیک ما کیک خشک است و روی اون رو هم سیب و گردو ریختیم، اینکه ترک بخوره کاملا عادیه، نگران نباشین. حالا با کاردک یا با چاقو کیکم رو از قالب جدا میکنم، کاردکم رو میکنم داخل و کامل به دیواره فشار میدم که به سطح دیواره کیکم آسیبی وارد نکنه و دور تا دور قالب رو کیک رو از قالب جدا میکنم. حالا از یه مقسم کمک میگیرم، چون من خواستم 10 قسمت تقسیمش کنم، از اون سمتی که 10 تایی بود گذاشتم روی کیکم و کامل فشار بدین، مخصوصا لبه ها رو تا کامل خط بندازه و از روی خط ها بتونید برش تمیزی بزنید. اگر هم دیدید که رد برش نمیمونه میتونید مقسمتون رو آغشته به آرد کنید، با آرد بذارید اونطوری رد میندازه، راحت از روی رد آردها میتونید برش بزنید. حالا از چاقوی 30 سانتی اره‌ای استفاده میکنم و توی حرکت های رفت و برگشت کیکم رو برش میدم. حتما یادتون باشه باید اره‌ای باشه چاقو، تو حرکت رفت و برگشت باشه تا اینکه کیکتون پودر نشه یا له نشه. خب ببینید اینجا بافتش رو هم بهتون نشون دادم، چه ارتفاع خوبی گرفته و چه بافت خوبی داشته.